نازکش گفت و حقوق نداره ای معارف و ای استاد بختیار رحیموف شما استاد با پیش در همه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، برادران قدردان، چطوره که گفتیم اساسیاسیون بلوگرها بلوگر سال اعلام کردگی های ما که اعضای جوری ام. برادرای عزیز، ما اعضای جوری ام. چه خیلی که اعضای حکمان میگن که اعضای حکمان در وقت اندلب اعضای حکمان میگفتن، اعضای جوری میگفتن. خیلی ما با گزارنده ایم ان شاء الله که میریم چی گپای کیای چیای. من چند خطی نیستم بنوار میگیرم باری کلی تماشا بینم، باری کلی پادکست چیکم یک جایی میریم کم ترک دیر که هستم خیلی کوشش میگیریم حرکت و پیش رفتیم. اینا دوستان عزیز آمدن پیش کاخ سروش همجا دیوم ایتاژ برویم میخوام. من باوری کامل رو در مش هست اگر میگفتیم که آینه با خوبتر و بهترش بود. شاید نه باوری کامل داره من. ما این خاطره ها رو به صحنه زندگی این روز میبریم. با این خاطره ها نفس میدهیم. با آنها تمدن میسازیم. هم اکتوری هم میکنن. بعضنش در دستم پیشنهاد شدگی هم. بچه کنکور رفتستیم. فکر میکنم امیدا پارسیالا تبلیغ حیاتی سالم و برابری گندری را بسیار تبلیغ میکنن، چون که هم بیزنس خودشون دارن هم زندگی زیبا را نشان میدن. عزیزبک الف عزیز که رحیمه. خیلی خلاصه گفتم خیلی. پلیس هفته است داره. 5 سکرت نیکو. فقط میبره شهر این تاجیکستان. تیموس من اینستاگرام میگوشه اوه من از تاجیک بودم، از زن بودن تاجیک. درست شهر میدونم. درست. همین چیزای وقتی رو جنبه نوبت گرفته. من از 30 کس شما در اساتون علاقه ازو دارید. تمام سمت‌ها رو سرچین. تمام سمت‌ها بر. نو وقتا از اون یعنی کورباس کردن در کور. من باور میکنم دخترای میبینم دخترای جوان هستن. بله. وای گپ زدنشون بود. وای رفتار چه کردی؟ این چی است آخه؟ زنی تاجیک. میبخشید همسایه داریم ازبکستان. ندیدم یگان بار در اینستاگرام هوایی وای اون چیزی. نه باشدن این خیلی پنگ نمیکنم. مقصدی اساسی مقصدی اساسی ما برقرار کردنه. در یک جایی شان مستن زنشم دخترشم میبخشیم ما اهل هنریم هنرمنده هم در همون جا هستن مدهوش مست صبحی بر وقت میگه نه وقتا خواستم که جورم چکنم خودم تا قایم بیایید تا تو باید بدبختی دیگه برامده خپیدم همون رو گفته دیدم معلومات نازکش گفت و حقوق نداره حق ندارم. دوستان عزیز، به نهایت صحبت آزاد بود، صحبت خوب بود. همه استاد در اینجا حضور داشتن و مثل مپایکاری رو و خانمان صوبیر دیگر استادا همه بودن. به نهایت صحبت خوب بود. ان شاء الله که در یوتیوب کانال میبره پیگیر باشین، تماشا کنین. ای معارف و ای تمام جا بودن، ای تمام جا بودن. همه استادا در اینجا حضور داشتن. جمشید حلیم بود، تشریف خلیل بود، استاد بختیار رحیموف شما استاد با پیش زنده باش استاد جان. به نهایت یک صحبت خوب بود با زبان.
صحبتی خوب باید زبان جون بدم بختیار مجید دیگر استادان راست در همه موضوع صحبت کردن. اساس برای که برادرایی که مقصد این زن لقبی دون گفته سیونکا میکنن میپرتین او یک شرمندگی خود شد چیست سیونکا کردی برای خودت بکن برای یکون مقامات برای دکزت کردن چی در کار در اینترنت برگفتن شرمندگی کردن یک خط شرمنده نمیکنی ملت شرمنده میکنی التماس دیگه میکنه نشوا کلنی فلان چرا قپیده مو قپیدی برای خودت بشنو سمینی حل کن در برای محیطی اویل حل کن این خیلی نمیشه در همه باره موضوع صحبت کردن سربلند و خانواده باشین خداوند زنده باشین دوستی عزیزم بهترین این روزی فراموش نشونده در دوستان دیگه الان که صورت گیری